مقامات رسمی تاجیکستان و قرقیزستان روز 18 فوریه سال 2024 با نشر یک اطلاعیه کوتاه خبر دادند که روزهای 11 18 فوریه سال 2024 در شهر بوستان جمهوری تاجیکستان واخوری نوبتی گروه‌های کاری توپوگرافی و گروه‌های کاری اوید به مسائل حقوقی ایالت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی دولتی برگزار گردید. در اطلاعیه گفته می شود که در دایره واخوری جانب‌ها در منطقه‌های باقی مانده کارهای مشترک ساروی گذرانیده در نتیجه یک از 11 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را موافقه کردند. درباره اینکه قطعه موافقه شده در کدام قسمت مرز جایگیر شده است تفصیلات داده نشده است، اما اینکه در دوام یک هفته مذاکرات طرفها در مشخص کردن خط مرز همگی 1 کیلومتر پیش رفتن نشان میدهد که نوبت بررسی قطعه‌های اعظم مشکل رسیده است. در اطلاعات تنها افزوده شده است که واخوری در فضای دوستانه و همدیگر فهمی برگزار شده، از نتیجه واخوری پروتکل دخل دار به امضا رسید. این نوبت جانب‌ها کار را اوید و تفصیل منطقه‌های باقی مانده در واخوری نوبتی که در حدود جمهوری قرقیزستان برگزار می‌گردد ادامه می‌دهند. با این ترتیب تا امروز از 987.6 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه بیش از 890 کیلومترش معین کرده شده، همگی 97 کیلومتر دیگر باقی میماند. قبلا روز 8 فوریه عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گردیزی تاجیکستان در نشست خبری این کمیته گفت در دوام سال 2023 باز 169 کیلومتر و 480 متر از قطعه‌های باسی مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین کرده شده. در عموم علاقه 889 کیلومتر و 450 متر مرز تاجیکستان و قرقیزستان موافقه کرده شده است. هر دو جانب از گفتن جزئیات مذاکرات مرزی و اینکه پیشرفت‌های اخیر در امر تعیین و علامتگذاری این مشکل ترین مرز در آسیای مرکزی در اساس چه گذشته‌ای از طرف جانب‌ها به دست آمده است خودداری می‌کنند. مخفی گذاشتن مذاکرات مرزی مردم را به خصوص ساکنان منطقه نزد مرزی را در حال نگرانی نگاه می‌دارد. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جبارов ماه دکامبر اظهار داشت که بیشکک و دوشنبه علاقه در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی روز 2 ژانویه سال 2024 وزیر کارهای خارجه ترکیه حاکم فیدان در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امامعلی رحمان خبر داد که سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه ماه مارس سال جاری به امضا میرسد.